السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شاد باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت دوستان عزیز برای لایکاتان، رحمت برای دستگیری کانال ما. دستگیری شما پیشروی ما است. من میخواهم به شما پیچنی های آسانی با مزه، خوریش های آسانی کم خرج آماده کنم. در امروز من یک نمود پیچنی آسانی که با مزه آماده نمودم. من همچنین میبینید چیزهای دسترس. در اینجا من دو دانه تخم نغز لط میزنیم. من دو دانه تخم گرفتم. شما میتوانید زردی تخم یک دانشه برای آرایشی رویش استفاده برید اگر کمتر تخم داشته باشید. در اینجا من شکر 120 گرم شکر همراه کردم. در اینجا دخترها 50 میلی لیتر روغن پتسالنیچین استفاده میبریم. 60 میلی لیتر من 2 قاشق عسل. برای باز هم مزهش با مزه شدن مزه میداویم که حتما دخترها تیار کنید. رسپتی نغز است. رزرخ ریتل 1 قاشقچه من استفاده بردم. شما میتوانید 1 قاشقچه ساده استفاده برید. من 1 قاشقچه رزرخ ریتل استفاده بردم. آرد 350 گرم تخمین همین تا. اکنون ما خمیرامه انمینتا تیار میکنیم. خمیرامه دختران نه سختی بد بیاد نه ملایمی بد بیاد. دخترها اگر یکان سوال و درخواستاتان باشد به تیک کامنتاری ها نوشتن، حتما من میفهمانم در باب پسندگی. کسانی میخواهند یکان نمود پیچانی یکان خوراک نفهمن، حتما به تیک کامنتاری نویسید، حتما آماده میکنیم. دخترها در اینجا من خمیری ما همین طور آماده شد. من نه سخت نه ملایم، من همین طور ما آماده کردم. من به پیلیانکا 15-20 دقیقه من دم دادم. اکنون گرفته من تونوک کرده، نه تونوکی تونوک نه غفص کرده. شما میتوانید با قالبکا استفاده برید. من این دفعه با بربرک مثل رامبیک بریدم. من همین طور نه غفص نه ملایمی بد. من همین طور اکنون همین طور من بریدم. من دخترها همین طور من بریدم. دخترها من پیچنی ما 20-25 دانه شد. در حقیقت این کم خرج است. حتما برای فرزندای خودتان تیار کنید. برای آرایشش من 1 دانه زردی تخم به بالایش من همین طور مالیدم.
بعد با ویلکا با آرایش دادم این طور منه. چنانه که میبینید این طور من آرایش دادم. Mana دخترها همچنین میبینید پیچنی من خوشرو ملایمی با مزه آماده شد. حتما دخترها تیار کنید. من همین طور من خیلی که میبینید من پیچنی حقانی ملایمی با مزه بیاد من. دخترها کانال ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. ویدیوی ما را تا آخر تماشا کنید. لایک های خود دریغ ندارید. خیر در پناه الله مهربان باشید. خیر.